این آخی این آخی ویا میگن که یگان کار نیسته که کار کنیم این کار نیسته این همه هم کار نیسته آخی همه آدمه که کار کنم بگه کار یافت میشه این چیت نویرن طرفی بابی میگن که کار نیست چی کار کنیم و دستتون خم کنی میانتون خم کنین کار پر اینم جا کار تازه کنی و تازگی گروی سلامتی است نه ویا اینا از صدقی نومی نویرگی شوی شمایه سرجمه که کرده شو همه اکشون چیزی کار کرده زیان نکه تو با نمیگن که بابیشان آمدازای ماموشان آمدازای تو به سلامم نمیتیه نه؟ تو پلنگ السلام علیکم سلام علیکم خیریت اینک چه؟ سلام دادم آوار کردم در قفای مون بگیه یا زفر السلام علیکم شکر عقلا ایشورو میکنی این گاورشو بین سلام علیکم این مایده چایده هاشو بینو با همه به خودشون اکن نویروی کیان نویروی مرگان این صدق این نومی با بیتون شوی شما چی نغمه چی کاری دیگه یگام کاری نیست شما دست بزنه که همه درجه شیشتن رو طرف تلفن بچه ای چیز شما او رو نمیگیره با میگه که این چی نغمه چی که پای هوش و گوشی همه در بالای تلفن مردم شما ده ای فایده نیست ای یکم فایده نمیگیرن آخه شما در این وقت ساعت اگر در خانمون کار نباشه باید که درس بخونین درس ساعتان تیار کنین آخه مایده اکاد نوشتن و خواندن یاد بتین نگفته یار یگان کس گب نزد دست باشه روتی ایسه کرده باشی تا بخور روتی ایسه کار یه بابی گاز دیسه من ایس پچتا بابی چی میگی؟ اون میخنی پشال وانه ای دستی آدمی بس سوادی دورک اوی تینویی هم باشه خوردن نمیفورد آن نمیخنی نه همه شما صرفا میرن که آدمی که درس تیار نمیکنه مکتب نمیره بگه پی معلمش رفتار نمیکنه و یک آدمی دورکن اینا همین که پام نفهمیده شما انا میخیلی آدم کیان شما یک گروه دورکا حالا با دورکی رو به گردن میگیره یا نه خدا میدونه یک گپ با دقت گوش کنید هر کسی که دورکای ایجوش راست بخیزه شما رو گفته سم فهمیده نه کسی که دورکای ایجوش راست بخیزه تو پلنگ ما گفتم که هر کسی که دورکای ایجوش بخیزه این значит تو دورک بدن تو میدونی تو دورکی نه من دورک نیستم دورک نیستی؟ با برای چی ایجاد راست خستی؟ ما گفتم دورکار راست بخیزن آخی شما تاقه راست ایستادگین گفتم شما ده неудобно نشوا وی دروازه توی الکو تو پلنگ های تو پلنگ
تو پلنگی دایره چی با کجای دایره زنی رفته کی بود بیا بابی بیا تو پلنگی دایره چی السلام علیکم بابی نازی تو پلنگی سازی اینجی سلامتی بیا خیریت یک روز در خونت هستی تو استاس خورد نپوچتم یا این چی گپی سر رو خورکه آخه چه کنم آخه خورکه همین تا دهنی دری خونت یا ایت پیرهک بیتونی کو یه دراشکه برزم ها شیدو یک خیلی پول شو میکنم من پلان ده هست با کی پول میشه خم یا دایره ختی همین خمشه خی چی قطی میگم یا دایره ختی همین خمشه اینو بینه ای خانو در تکای میسازی همون نیم کالو شدگی بالاشو نپشوند اینی دیولا با چپشیده فهمیدم من میگم اول همین خانه داره ساز کنم بچه رو زن ته بعد دختر چرا جوته مخی اینو بینه این خانه رو ساز نکردی اینو بینه در درونی خانه توت برامده وای توت وای همین توت بدانی که همین خانه ای کو هرگی در درونی خانه نمیرویا اینجا اینجا ده میرویا خاکم یا دایره ختی همین خمشه این توت میبنده نه حال نمیبنده همین کشیده نمیبنده حکم یا دایره ختی همین خمشه خی بیا همین بابی بیا تو پلنگی با تو به همین احوالت با توی کن خواهی چی کنی مخی من میگم اول بچه رو زن تو مخی بچه رو زن دادن در کار بله با وقت زن دادیم خونه خالی نمیمونه بعد دختر چرا شو میتیم تو پلنگ با تو بچه رو زن دادنی نقص با کی بچه رو زن میتیا کن خواهی وقتی پول شوا بیا پول شوا ما هم زن میتیم مخی قبل نیست با کی پول میشه خواهی یا دایره ختی همین قیمشه بیا اومازو بیا اگه با تو این بچه رو زن دادنی بعد دختر شو میتی بعد که زن دادیم خونه آوردیم کلن کو خونه خالی نماناخی بعد دختر چرا شو میتیم با این خواستگارای دختر آمده رفتن میگیرن آخی و کی دختر شو میتی خواهم پول شو آخی پول شو کی پول میشه هم یا دایره ختی همین خیمش آخی دایره چیه بیا حالی بیا درا بیا من خونه بگذارم من خونه بریم ما فهمیدم که تو به نزدیکی توی کردنی برای همین قصر است ما آمدم که احوالی تو رو ببینم تو این همین تو بست یا احوالی حولی تو نگاه کن همین حولی تو برای توی کردن تیاره نه خواهی تیور نیست آخی تیار نیست با تو توی کن و کی حولی رو آواد میکنی خواهم یا دایره ختی همین خیمش آخی بیا بگذار من خونه بگذار بچه حالی بیست تو هوشیمه رو بگم نگی دیولای خونه تو اهمیت بده نگاه کن بالا شکتور داره پایینش ریخته رفته همین مهمان بیای ایدرت بدرو یا وی احوال خونی تو رو ببینه نی مایلی تو بچه رو زن میتی نه که همون خواستگاره که برای دخترت میایم اگر تو بگی که حالی من اول خانو درم آواد میکنم بعد دخترم شو میتم کو و امیدش میکنه این خدر این کی تی رو آواد میکنی چی گپایی آخه همین پول شوا میکنم آخی کی پول میشه همین یا دایره ختی همین خیمش آخی باید اینو بگی دیوال تمام شده اینی تریزت این روز پگه زمین ده میغلطه و تریزت که غلطید او چردک میستر نگاه کرده او یارو کی سوز میکنی خواهم یا دایره ختی همین خیمش آخی باید اینو بینی احوال بینی همه ریخته رفته بیا مهمان خانه بگذار مهمان خانه اینه نگاه کن اینه این تریزه رو تو کی شیشه میچسبانی خواهم یا دایره ختی همین خیمشه یا دایره قدی همین قمیشه آخه یا دایره قدی که همین قمیشید باشه اینو تو دو دایره بگی